آثارخانه به نام اسلام کریموف، اولین رئیس جمهور ازبکستان اینجاست. میرویم میبینیم که چی دارد اینجا و از کار و فعالیت اسلام کریموف چی باقی مانده است اینجا. اینجا عکس های ظاهرا دوران شوروی اسلام کریموف گذاشته شده است و نشان میدهد که فعالیت کاری او در این آثارخانه جای کرده شده است. در آثارخانه به نام اسلام کریموف در جمهوری ازبکستان یک گوشه از عکس‌های خانوادگی است که به گفت مسئولین اینها را همسرش برای اینها پیشنهاد کرده است، اما هیچ کجا از دختر بزرگ او در این عکس ظاهر نمی شود به جز نبیره‌اش که هم نام او است، اسلام کریموف خوردی. برای ما گفتن که اسلام کریموف در وقت زنده بودنش نمیخواست که این عکس ها در جای گذاشته باشند، این رسم ها را، نقاشی هایی که برای اون آماده کردن نمیخواست که ببیند، اما بعد از مرگش خانوادهشون اینها را برای آثارخانه‌اش آورده داده است. پارک به نام امیر تیمور در تاشکند، اینجا آثارخانه‌اش هم است و روبروی ما باز پارک و تفریحگاه در تاشکند است که باید بگم تاشکند مثل دوشنبه شهر سبز است، یعنی که درخت‌های زیاد دارد. نظر به آستانه و بیشکک، دو کشور دیگری آسیای میانه، سبز به نظر میرسد و چیزی که من مشاهده کردم برای من بهتر خوش آمد استفاده کراکش ها که در آستانه چندین بار فریب خوردم و در قرقیزستان هم کراکش ها کوشش میکردن که ما را فریب دهند و پول بیشتر گیرن. اما در ازبکستان وقتی که ما صحبت میکردیم و میگفتیم که از کدام کشور هستیم، یعنی که تاجیکستان همسایه هستیم، آنها حتی با ما کوشش میکردن کمک کنن که راهنمایی میکردن، جاهای تاریخی را برای ما نشان میدادن و این حالا ما در یکی از تفریحگاه های به نام امیر تیمور در تاشکند.